سلام، حالتون چطوره؟ اگه گفتید میخوام با این چیکار کنم، البته که فکر میکنم از روی تایمنیل همتون متوجه شده باشین و مخصوصا اگر ویدیو آنباکس دیروز رو دیده باشین کاملا متوجه میشین من الان میخوام چیکار کنم. از اونجایی که من کارآگاه آرمینا هستم و مامانم هنوز اینو قبول نداره و روی دیوارای خونش خیلی حساسه، اجازه میخ زدن به من نمیده و من مجبورم لوازم کارآگاهیم رو با این فلاکت به دیوار بچسبونم. بیاید با هم دیگه کارآگاه بشیم.